نه توی خاک. وگرنه این 8 سال کجا بودین؟ داشتیم برای شما دعا میکردیم. احتیاجی به دعای شما نیست. هری به سلامت. خودم گوشش از این حرفا پره. یه مش عملی چشچرون اومدن جبهه. چی گفتی؟ دوز خودتی. چی چشچرونه؟ دیگه بری بیشتر از کپانو در خلافش کن. تیغ تو رو اونایی بکش که به کشورت حمله کردن، نه رو خودی. بریم بینیم بابا. ما چه تکلیفمونو نوشتیم، دیروزم عکس یادگاریمونو گرفتیم. بنده از اون ابتدا گفتم که اینا آدم بشون نیستن. نه شما زیر بار رفتید نه آموزا. ما تکلیفمون رو ادا کردیم. دیگه تصمیم گیری با فرمانده است. برای سلامتی آقا یک کف مرتب صلوات بفرستید. الله. میبینم که باز گرد و خاک را انداختیم. آجی اتفاقا داشتیم گرد و خاکا رو میخوابوندیم. اشکال شهری که نره. چه ارز کنم والا؟ آجی جبهه که میگفتن این بود. نخواستیم آدم شیم ها. زد زیاد. سلام مرد خانم، شماه؟ بایرام رسیدی؟ جیبه دیگه مجه نمیبینی صدای تون شما؟ مرزیه؟ ایا مجدی بهش بگون جلو ملوها نره ها. ننمه میگه به بایرام بگو اون جلو ملوها نره ها. بهش بگو مجه دست ماست، نخواهیم بریم من میبرنمون جلو. آقا بایرام، بله اگه اونجا یه وقت شربت چیزی بهت دادن نخوری ها، میگن شهید میکنه. چی؟ شربت چی هستی شهید میکنی؟ نو بابا. با کی حرف میزنی باقالی؟ آقا میرزا گوشی بدیم مجید حالشو بپرسن. الو ای وای عوضی باش فایزه. سلام علیکم. بفرمایید. آقا مجید خودتی ناراحت نکن، میرزا که اینجا نیست بدون ما رو اخراج کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه آب لیمو صلواتی. بده بابا. داش مجید نخورن چرا؟ ها مرز خال. نه ما یه فامولی داریم، تلفن کرد گفت هیچ وقت از این شربت ها تو جبه نخورین شهید میشه. بارا بینیم بابا. حالا خوش اینجا همه چی صلواتی میدن، حیفه بریم خدا وکیلی. بریز یکی دیگه. ای بابا من میگم نخورین، شما دوتا میخورین. بله میکن بابا. اگه دوتا بخورین مفقود الاثر میشین آقا مصطفی. شما چه ترشو میخوری آخر شهید میشه. آقا سلام. سلام حاج مجید سوزوکی، درست دارم میبینم؟ شما کجا اینجا کجا؟ دنیا خیلی کوچیکه داداش نه؟ بله. مشتی بهتر شدی؟ ای بد نیستم. بفرما بزن. نه نمیخوام. نه تا سیگار نیست. شما ها مگه همدیگه رو میشناسین؟ بله ارادت داریم خدمت شما. تو را که از تهران میومدیم با هم آشنا شدیم. خوش به حالتون. شما زود رسیدی بهتون ماشین دادم، ما دیر رسیدیم بابامون چپ افتاده بیرونمون کردن. شما تو گردن مایی؟ من نه، من چیزه توی آشپزخونه لشکرم. فکر کنم برادر مرتضی تو گردن شما باشه. آشپزی؟ اما قابلمه بس خورده تو سره. حالا خدا وکیلی جبهه اومدنت مثل مکه رفتنت نباشه. نه داداش این دفعه راستاسکیه. دیدیم قیاف ما که به این حرفا نمیخوره، گفتیم 2-3 هفته بیایم دور و برای فر بخوریم. بلکه میرزام خیالش راحت شد که ما آدم شدیم. بله من که با جبهه مپ شما کاری نداشتم. جبهه ما؟ خب آره دیگه، ما که عتیلی به شما نیستیم داشت. آها یعنی مملکت مال شما ها نیست؟ بیا سیفی جان بیا. هوای رفقای منو داشته باش. خلاصه یه جوری وساطت کن که مهمونت باشه. چشم. اگرم مشکلی بود بگو من بازم این یارو کمالیه گیرش بد نیست پیچه. ما سفارش آشپز کارمون راه نمیفته داشت. ببینم سید مرتضی تو خودت اینا رو میشناسی یا کسی در مورد اینا سفارش کرده؟ حاجی جان جبهه همه جور آدم به خودش دیده. شما که ماشاءالله سرد و گرم روزگار چشیدی برادر من. بله حاج آقا، ولی اینا دیگه واقعا نوبرن. داش مشتی و لوتی تو جبهه داشتیم، همین گردان بغلمون از این تیپ آدم پره، ولی اینا آقا جان
انسان‌های تارک الصلات دین و ایمون ندارن. بنده به زرس قاطع عرض میکنم، البته غیبتشون نشه، بنده با دوتا چشمای خودم دیدم که هیچ کدوم برای نماز صبح بیدار نشدن. بنده هرچه تلاش کردم افاقه نکرد. یعنی تا حالا نشده هیچ کدوم شما نماز صبحتون قضا بشه؟ نشده؟ حتما نشده آجا. آقا چه دخلی اونا به ما دارن آخه؟ برادر من، دین و جبهه برای اصلاح همین آدم هاست. این که بیرونشون کنیم و آدم نمیشن حرف شماست، نه حرف دین. یهو بگو من ازشون بدم میاد خلاص. چرا به نام دین باهاشون برخورد میکنی بنده خدا؟ حاج آقا شما به بنده اجازه بدین من خودم شخصا مسئولیت همشون رو به عهده بگیرم. اگر سر به راه شدن فبه المراد، اگه نشدن اصلا خودم باشون برمیگردم. از این تضمین بالاتر میخوای حاج آقا؟ نمیدونم چی بگم. باشه، اما 3-4 روز بیشتر فرصت نداری ها. میتونی تو این 3-4 روزه سر براشون کنی؟ امید به خدا. یا علی با اجازه حاج آقا بفرمایید. شما رو هم اقبال کردن ها. اینا که یه عمر آدم نشدن، این 3-4 روزم روش نکن آقا. نزن خدا حرکت کن. بلند شو بیا بیرون برادر. بلند شو ازدی بیا بیرون. بزر با برگرد بوتینای 20 خدا حرکت کن. بشینم برپا. بشینم برپا. چیزی نیست که الکی داشمندت نوکریتم خواهرت نخواهد. بزر با برگرد. داشمندت من با خواهرت باش نخواهد. بزر با برگردم خدا بشینم برپا. بشینم ما هر چی زده بودیم پری. حرف نباشه. برپا. بشین. نزن بابا. برپا. بشینم بشینم. الان زن گرفتن چه بود؟ چی به رفتن؟ برادر سرکتا بذار ما برگردیم. تو را اشتباه شده. بشین. برپا. بشین. برپا. بشین. برپا. اینجا جبهه است، خونه خاله نیست. هر لحظه باید منتظر یه حمله و شبیه خون باشین. کی بود حرف زد؟ بیا بیرون، وگرنه گروهانو تا صبح سینه خیز میبرم. بیا بیرون. بلا شک یکی از همین اراذل بودن. من بودم حاج آقا. تو دیگه چرا ماشاءالله ناامیدم کردی. دور اردوگاه سینه خیز میری. تا بهت نگفتم وای نمیسی به جام. بله. اونایی که جدید اومدن خوب گوش کنن. از این به بعد کسی با زیر پیرنی نمیخوابه. دستمال یزدی رو فراموش کنین. سیگار کشیدن ممنوع. همه چیز که ممنوعه. پس بگین یه بار از چی ببینیم. هر کس نمیتونه یه قدم بیا جلو. چشم. حاج آقا تقبل الله. خدا حافظ. ما رو حلال کن بچه ها. خدا حافظ. برو گم شو سر جات. ها؟ بابا زورشی که نمیشه به آدم شربت بدم بخوره شاخه. مرتضی راشون بنداز. چشم حاجی. گروهان در اختیار خودشون. زهلم تلکوندی همه چیزمون از بین برده. تازه میشه در اختیار خودشون. چیزی داش مرتضی این پسره که کمالی تنبیش کرد گناهی نداشت بنده خدا. همش تقصیر این بزغاله ما بود. بله خودم فهمیدم. کارش خیلی درسته. چیش درسته؟ هیچی ولش کن شرط بکن. کل گروهان یا الله یا الله یا الله. پا بکو با
فقط بگو یا الله یا الله یا الله ما به کوبا فقط بگو یا الله یا الله یا الله. حاجی وجود اینا نظم گردانو داره به هم میزنه. تو رو خدا نگاهشون کن، گیوه هاشون و دکمه هاشون و انگار اومدن چاله میدون نه جبهه. عجله نکن حسن جون، حالا یه چند روزی فرصت دارم. تو این مدت سید مرتضی شاید تونست سر براشون. میگم من باید حال این چقدر رو بگیرم. باش میگم اونجا خیلی کود بود. من پولت دادن؟ چیزی نیست. خدا با تو زیاد تکون نده. شکسته؟ نه نشکسته، از جاش در اومده. تو ادامه نده. باشه دارش. شرمنده داده شرمنده. نارنجک 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 ضد نفر. برای جنگ‌های نزدیک پاکسازی سنگرها، زره‌پوش‌ها، خودروها. نگاه کنید 40 تا تیکه روش هست، یعنی وقتی منفجر میشه 40 تا ترکش میاد طرفتون، پس خطرناکه. اصلا باش شوخی نکنید، خصوصا این حلقه رو هیچ وقت نکشید. تو دستتون میگیرید و بعد حلقه رو میکشید. برادر نکشی ها. نترسید، تا وقتی این ضامن توی دستتونه و رها نشده هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما به محض اینکه این ضامن رها شد فقط 3 تا 5 ثانیه فرصت دارید که پناه بگیرید. خب مرد عمل کیه؟ من بودم ترک کردم. باش مجیدم میدونه تو زندان. خیلی خوب دیگه، مزه نریزید. حسین جان بیا، تو پرتاب کن بقیه یاد بگیرن. چشم. آقا معلم پخمتر این بابا پیدا نکردی؟ چطور مگه؟ بابا این بچه زبونش میگیره، تا بیاد یک و دو رو بشماره 3 میشه دهمنمون سرویس همون. خیلی خوب، یکی از شما امتحان کنه. بایرام باشه کار خودته. ها ببین مزید قلی محمد من میخواستی امتحان بدیم این داختی گردن. بیا نترس، شاید یه روزی به دردت بخوره. میبریش اونورتر پرتش میکنی. چاشنی نداشت. سر کار با شما رو داشت. درس مردشناسی بود. مردونگی به سیبیل و گردن کلفت و ادا اطوارای این شکلی و دستمال یزدی نیست. توی جبهه ها مثل این مرد زیاد پیدا میشه. چند تا داوطلب میخوام بریم پشتیبانی وسایل بیاریم. کوچولو تو اگه تو محل دمپر ما بودی لات خوبی میشدی همون. برافو داش مجید و ایوان. خیلی خوب. با کی پاشا چیتیلا رو جمع کن. بله ببخشید آقای مجید، چیتیلا رو من
2 نخ سیگار شیتیل بعد بدن اینا. باش جمع کن. شیتیل دیگه بابا بی سواد. بده مالتا رو من میدم. بوده ها. بیا این 2 نخ ما. من نیستم. یا الله یا الله. سلام علیکم داش مرتضی. آقایون سلام علیکم. اینجا سیگار ممنوعه. مگه پمپ بنزینه؟ نه خیر. منطقه نظامیه. خلاص کن. خب شما چیکار می‌کردین؟ تمرین قوطی اندازی با دستمال یزدی. خب وقت نماز اگر صلاح میدونید با هم بریم نمازی بخونیم. ما تو اینا فقط سابقه نماز سماعت داریم. اینا هیچ کدوم نماز بلد نیست. خب چه اشکالی داره؟ اگه شما قول بدین که تیراندازی با دستمال یزدی رو یاد من بدید، منم قول میدم نماز یادتون بدم. ایول. ایول داش نوکرت هم هستم داش مرتضی. ببین داداش، اول باید خیسش کنی دستمال تو که شق صدا بده. نه اول باید خروس نیت داشته باشی. ببن فک تو. بعد اینجوری میتابونی؟ میشینی رو 2 تا پا، نشون میگیری. زارت. این زارت خیلی مهمه ها مرتضی. خب زارتش باید در بیاد. بزن. دست درد نکنه. نه زارتش قمص. بالا. ایول دشماری رو ایول دشماری رو ایول دشماری رو تقبل الله. حاج آقا جیرینوف. میبینم که درس اخلاق آقا مرتضی داره جواب میده انشالله. ایشون اومدن شما رو اصلاح کنن، خودشون دارن اصلاح میشن. خداوند همتون رو با هم محشور کنه. گفتم اگر شرط بندیتون تموم شد صلاح دونستین گاهی اوقات یک نمازی هم به اون کمر ساب مردتون بزنید. خواهش میکنم. بچه‌ها اینجا دستمال یزدی قلاف تا تهران. اینجا باید یاد بگیرین چجوری برجک بزنید. پرید. لا اله الا الله. آخه این صور قبیحه چیه رو دستت کشیدی؟ آدم رو دست خودش خلاف شر میکنه؟ شرمنده حاجی، یادگاری دوران جاهلیه. خودم هم که نمیتونم کارش بکنم. کریم خودت پاکش کن، خاکش کن. بچه‌ها فاصله نندازید، مستتون رو بکشید. اون بسته که میکشن. ببند در گالا رو کپک سش شد تو باله. از این به بعد هر کسی حرف بد بزنه فوش بده جریمه داره. جریمه هم یه نخ سیگاره. سقفای گیرینوفو جون میده واسه زیر باقالی بالا. حاج آقا تقبل الله. پاشو بریم باز کنم. حاج آقا بفرمایید. شما نمیای نماز؟ سلام علیکم حاج آقا. صف شده با عزتون. چی؟ خره اونی که صرف میکنن قضاه. حاج آقا منظورش اینه تشریف اون اهدا بکنن. ما هم الان داریم میریم تشریف این اهدا بکنن. بریم اهدا. با اجازه. میبینید حاج آقا؟ عجله نکن برادرم. سیگارو بگیر. کریم سوسکه. کریم. داشت کریم. نه کردم داشت کریم. گوشتی دگم. چطوری؟ اشتباه گرفتی برادر. بابا من بیژن قالپاق داداش جواتی. برو سر آموزش دارم. کریم یادت رفته ما بچه شد معرفت برو نیروها رو تو ماشین جا تان بیار. بابا مثل که ما رو یادت رفته بود. نه چی میگی تو؟ کریم سوسکه اینجا دیگه جبهن. او کریم سوسکه مرد، ما دیگه نمکگیر جبهه شدیم. حاج کریم استیرش رفتیم بچه شد. اینا کیه؟ اینا رفیقای ما نمه. امیر کپک، داش موسی، عمو سیفیجاد، اونم مجید سوزوکی، اینم باقالی. دیدم از قیافشون معلومه جبهه نیستن. حاجی شدی با. حاج کریم حواست باشه. ناکرتم. حاج آقا با شما کار دارم. حاج آقا بیسیم داری؟ خیلی ناکرتم. التماس قربونت برم. یا علی بیژن مرجک بده بیا. دستمون عادت کرده. خودت اصلاح کن. اصلاح کنم؟ ای بابا دیروز صبح زدن. هر کی به ما میرسه میگه اصلاح کن. بدو
زهر مار. امننه آقای مجید فوش دادن، الان سیگار میتونین بگیرید. امننه که فوش نیست، فوشای چیزدار فقط حسابه. داکی فوش دادی بابا، چیز بس اولش باشه. بابا مسک ببند دهن تو. این ولش کنی یه باک سیگار. فکر نمی کردم که به قولتون عمل نکنید. رسم لوتیگری اینه؟ صاحبش اومد. جمعش کن خیسکیتا، جمعش کن. شین میم ره. کی میدونه یعنی چی؟ شوش مولوی راهن. خوب به این عکس‌ها نگاه کنید. اون وقت از وحشت شوش و مولوی و راهن رو سرتون هوار میشه. خون، یا علی، عامل اعصاب، تاول، بوی بادوم تلخ. ببینم تا حالا این چیزا به گوشت خورده؟ این چه جنگیه؟ این که نامردی همون موسی. وجود دارم بیام وایسن رو در رو دعوا کنن. خوب گوش بدید. شما 9 ثانیه بیشتر فرصت ندارید برای اینکه اینا رو بزنید روی صورتتون. اینطوری. فقط 9 ثانیه. یه نفس اضافی کافیه که زمینگیر بشی. پس بشمار! 1 بشمار! 2 بشمار! 3 بخطی تنبال بازی بزن کنار. دستمون الان چیه؟ ای ببینم. اشین ارپا، اشین ارپا، یلا. سلام، بفرمایید. خودشون هستن حاج آقا. سرهنگ محمود شرافت. جناب سرهنگ، اینجا هم دست از سرمون بر نمیدارید ها؟ شما افتخار ارتش هستید. جرم که نکردم سرهنگ، داوطلب اومدم جبهه. اما برادر محمود، این رسته در شأن شما نیست. شأن؟ همین بچه ها ستاره هاشون توی این آسمون از ستاره های رو دوش من بیشتره. قول میگم برگردم تهران آدم بشم دیگه. خدا لعنتت کنه. خدایا خیلی ممنون، زحمت نکش، خودم پیدا کردم. ماشینه مگه نه بو بادون تخت بده؟ بله. این فکر کنم جدیده، بو باقالی میده. بزن ماسکو. خدا لعنتت کنه بایرام. آخه الان وقت این کاراست. بریم بابا، این بایرامه. من فکر کردم اونا زدن. خودم هم حمید رسول، حمید جان وضعیت. حاجی وضعیت سفیده، عامل شیمیایی نزدن که. یعنی چی؟ کی اول اعلام کرد عامل شیمیایی زدن؟ الان معلوم میشه. کی به شما گفته ماسک بزنید؟ کی برای اولین بار گفت ماسک بزن؟ آقای بیژن. بزغاله. آقای بیژن نیستن. بیاین بیرون. بیاین بیرون. آقا بیژن گفت که من یه کاری کردم، اینا گفتم بزنن که مریض نشه. سلام علیکم. سید مرتضی تحویل بگیر. نیروهایی که میخواستید تربیت کنی تحویل بگیر. کریم دواش تو محاصره داره طلب میشه. اینا یه گردانو به مسخره گرفتن.
حاجی دیگه قابل تحمل نیست، دیگه نمیتونم اینجا بمونم، تحملشون دیگه سخته. اعصابش ضعیفه آقا. سید مرتضی مهلت دیگه تموم شد، دیگه از دست منم کاری بر نمیاد. شما هم دیگه شورشو در آوردین، اینجا جای اینجور کارا نیست. وسایلتون رو جمع کنین برگردین تهران. آقسون حاج آقا هم گفت بریم تهران، تشریف اونم چی ادا کردیم دیگه، بریم. چیه؟ بدهکار که نیستم، هستم؟ میخوای من تنبیه بشم؟ نه حسن آقا، اگه قرار کسی تنبیه بشه منم. البته اگه قرار کسی اخراجم بشه بازم منم. نه تو برای چی سیه؟ حاج آقا حکایت من حکایت اون کسی که اومده دیگران آدم بکنه اما هنوز خودش آدم نشده. من اگر آدم صالحی بودم خب اینا رو درستشون میکردم. عیب از منه نه اینا. برادر کمالی چی کار کنم؟ میخوای بخیزم؟ کلاغ‌پر برم؟ چی کار کنم؟ تو رو خدا کوتاه بیا. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه ندیدی چی کار میکردن؟ البته که جبهه اومدنشون هم اثر بهونه است نه تکلیف. چی کار باید میکردم؟ حاج آقا شما این چیزی بگی. بشینن برپا، بشینن برپا، بشینن برپا، بشینن برپا، داشت مجی بشینن. بابا ایول دارم برپا، باز خاطر این بزغاله و بشینن. باقالی دارن تو اون پس میدن. برپا، بشینن 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 حمید کریم اما کجایی شما؟ خط چی کسر پا شما کجایی؟ کی میخوای برسی خب؟ کجایی شما؟ اما یا تایاتش یه چیزی بریزی های بچه ها کنشایی بچه کور کنو طرف ها چی میگی؟ سرات نمیشه با کریم به بچه ها بگو مقاومت کنن، فردا صبح مینوها میرسن. بابا یه خط آتیشی یه چیزی بریزی. اما یه خط آتیش یه چیزی. شنیدم مهمون نوازای خوبی بودین. محبت از شمشیر و تازیانه برنده تره. این رفیق خودمه با من کار داره. بذار یه چیزی دارم بابا بتمک سرجاد یارو فرمانده است. بابا یه قرص مسکن میخوام بهش بدم. خر خودتی حالو. این یارو از اولش هم تریپش به آشپز ماشپز نمیخورد، ما رو فیلم کرده بود ناکس. مگه معصوم به اون مست لایعقل که عبا رو صورتش انداخته بود تا حضرت نبینتش نفرمود در هیچ صورتی روتون از من بر نگردونید؟ همینه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. برادرها، دلاورا، امروز روز شماست و جنگ در حساس ترین شرایطشه. تمامی کفر در مقابل حق و حقیقت سفارایی کردند. کجان رستم دستان و سیاوش و کیکاووس تا ببینن شیر بچه های حیدر کرار چطوری بدون گرز و تبرزین و رخش شاخ قول استکبار رو شکستن. دیشب بمبارون شدین، میدونم تلفات دادین، خسته این، خبر دارم، اما همرزماتون تو محاصرن.
اونا بعد از خداوند چشم امیدشون به همت شماست. امشب به یاری خدا به طرف خط حرکت میکنیم. هر کس شب قدر و روز انتخابی داره. وقت انتخاب شما هم فرا رسیده. اونایی که حیدریان یا علی. ایوالا دمتون گرم. تا صبح به خاطر ما بیشی باشه رفتین دیشبا. ما یه سری لوازم شما رو تو این مدت پیدا کردیم. گفتیم قبل رفتن بدین. ببرین اینا رو. این مال تو مثل که. این ضبط صوت شماست جناب سرهنگ. یادم همیشه گوش می‌کردی. تو چی کار می‌کنی؟ این تو چادر افتاده بود تو ساکت بود. بفرما. این مال شما. مال منه بابا. دوکی. کرمت. وای مرسی آی بزغاله، من پوستم خشک خوش بود. اینم مال توئه. مخلصم آنچه گیرینو برات میکنی. آقا این تسبیح شما، اینم ساعتی که گم شده بود. دیگه ما رو حلال کن شهید شدی. ببخشید. دفترتو پیدا کردی؟ بله پوتینه. اینا. اینطور که شنیدم شما عکساتون رو گرفتین و کارتون با جبهه تموم شده. حالا که همه بچه‌ها دوست دارن شما اینجا بمونین، تصمیم با خودتونه. میتونین برگردین تهران، میتونین هم با ما بیاین و تو عملیات شرکت کنین. من که از خودمو بمونم. برای این دعاشمون بدجوری شکاره. کمالی با من. شما تصمیم خودتون رو بگیرین. ولی یادتون باشه از اینجا به بعدش دیگه بازی و شوخی نیست، جنگه. مرد میخواد. حاج آقا درست میگن. دیگه از اینجا به بعد خطرناکه. مجبور نیستید بمونید. آقا مجید، من فکر میکنم تا اینجا هم که موندید به مرادت رسیدی. منم یه نامه برای آقا میرزا نوشتم که نه، نامه پا من نمیخواد داش مرتضی. به خیالم اینجا یه چیزی گرفتارم کرده. دالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادن، اما این بعد باز خاطر دل خودم. اما دیگه هم آخه نره داش مرتضی. مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی پاوری تا آخرش با هستم. عزیز من چند دفعه استخاره میگیری؟ تو که پدر منو در آوردی با این استخاره گرفتنه. ماشاءالله جانی رو نگه دار. ببخشید مردم. به ما گفتن استخاره بیان پلو شما دیگه. شب کن ببینم. جالب نیست عزیز من، جالب نیست. یعنی برگردیم بهتره؟ نه خیر، یعنی اگه برگردی ممکنه عقوبت الهی در انتظارت باشه. چی؟ عقوبت الهی؟ آره داداش. عقوبت الهی یعنی چی؟ یعنی که شما اگه وسط کار برگردی رفیقاتو طعنه بزنی اون دنیا دهنت آسفالته. خدا من 3 گرفتار شدم. مگه من 3 گناه کردم؟ برم جلو صدام دهنم اسفالت میکنه. برگردم اونجوری دهنم اسفالت میشه. مگه من شات خاکیه واقعا. بیا برو سوار شو باقالی، اینقدر نترس با یک کلی گندت. خودم هواتو دارم. برو. پدر عاشقی بسوزه آقا. برو به خدا سپردم. به نظر من آقا هیچ وقت زن نگیره. پا به پای تو میام هر جا بری، گوش به حرف تو میدم چی بگی، من گذشتم از همه برای تو، جونمو میدم برات به سادگی. پا به پای تو میام هر جا بری، گوش به حرف تو میدم چی بگی، من گذشتم از همه برای تو، جونمو میدم. من برای اصلاح شما همین یه سیگارم ازتون بگیرم هنر کردم.
شاده؟ میشه ما گوش کنه؟ آره اشکال نداره. قربون دسته. شما این آدم رو هم منحرف کردید. ایشون آدم سر به راهی بود. این که دیگه مجازه دیگه. آدم این چیه دیگه؟ بی خود نیست میشن کیری نفتی. از آسمون داره میاد یه دست هوری، از آسمون داره میاد یه دست هوری، همشون با کل به سر گوگوری مگوری، بگو همشون با کل به سر گوگوری مگوری. توی بهشت عجب داره جشن و سروری، توی بهشت عجب داره جشن و سروری، همشون کاکل به سر گوگوری مگوری، بگو همشون کاکل به سر گوگوری مگوری. این هوری که میگن چیه حاجی؟ مثل برادرها همه اهل حالنا. حورالعین بهشتی. شما سر به راه بشین انشالله نصیب شما میشه. دست به زلفاش نزنه میر بار بنده. بله بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک. داره میاد. وقتی که شب شد لالا کن حالا بیا توی
جنگ! امداد جنگ! یالا برید تو جنگ کنه. حاجی اگه همینجا بمونیم خیلی تلفات میدیم. تانکاشون خطا شکستن، دارن به پست امداد نزدیک میشن. باید هر چه سریعتر از این محور رد بشین. این میدون مین از عملیات قبل مونده، هنوز پاکسازی نشده. از اینجا رد شدن خطرناکه. نگران نباش کمالی، تخریب شیا باهاتون هستن. حاجی کرتی چی؟ ارادتمندم آجا. اونا دارن آدم میشن، اصلا داره لات میشه. بریم سری کمالی بریم. یا علی حضرت عباس حمله کردن. آتش گرفتم. حاجی تو زنده یارو حاجی یه وقت خیال میاد برات نگیره بابا چیکار میکنی؟ ما از اون قوری موری بود زوری بود چی گفتی؟ هوری عروسه بهش من فهمیدم شما از برادرای اخراجی هستی. نوکر شما این کاری بیژن رو توی اون ده دیدم، ماسکشو برداشت گذاشت رو صورت اون تفلک. جزاکالله خیرا. یعنی چی حاجی؟ یعنی همون دمت گرم شما. پس شما اون دمت گرم و خیر حاجی. حاجی چی شده؟ بکنم حاج آقا شربت شهادت شکوبم نزده، مجروح شده، زنبازه. خیلی خوب دیگه شوخی بسه. بجنبید. لا اله الا الله. خیلی ها تا اینجاش اومدن اما تو میدون مین کپ کردن. امتحانی بود. ترس تو وجود همه هست ولی این ترس رو باید شکست. وقتی به میدون مین رسیدیم تخریب چیا سیما رو برمیدارن و به مینا میرسیم. ببخشید زنه سروان، این مینا خانم و سیما خانم چجوری اومدن اینجا چی پر از نامحرمه؟ منظورم سیمای خاردار و مینای ضد نفره. داش مرتضا آدم خوبه چیز داشته باشه. شما چی بهش میگی؟ ما بهش میگیم جیگر. آره همونا. ولی ما بهش یه چیز دیگه ببن فکتو زایه. خیلی خوب بسه دیگه بسه، میخوایم بریم. آماده شید برای رفتن. یاور تخریب چیه من با من و همراه تخریب چیه من با من و همراه منی قرب الان هر سر ما عوض من و منی هر شده سه من رو تن میمال مریا ترکش میمال جریا مونده رو تن ما یاور تخریب چیه من با من و همراه منی قرب الان هر سر ما عوض تخریب چی آماده این؟ آن بیجی زن پاشو تانکو بزن. آن بیجی زن بیان جلو یالا. آن بیجی زن تانکو بزنید. دارم دست باشید. بزنش مصطفی. یالا مصطفی داوطلب میخواد بریم روی مین. بجنبید. بجنب نفر من. یه نفر دیگه یالا. بجنبید. یکی دیگه. بیاین جلو یالا. مجید تو نه؟
بیاید نواز شد بچه ها بریم یا علی یا علی مجید خوبی داداش؟ باش مرتضی ما بالاخره آدم شدیم. کارت خیلی درسته. چی درسته؟ همون کارت. مجید درد گریه نکن بزغاله. مجید ما رو تنها نذاره بری ها. ما رو نگاه ننه و آبجیمون رو دست کی بخوایم بسپاریم؟ ببین فکر تو مرد که گریه نمیکنه. داش مرتضی جونم این دم آخری یه کاری واسه ما میکنی؟ هر چی که باشه مجید جون. داش یه نخ سیگار بخور. بچه ها یه نخ سیگار بشون. گفتم یه نخ سیگار بدین. بدین دیگه بابا عصبانه نکنه دیگه. خدایا تو دیگه کی هستی؟ این لاتا رو کشوندی تا اینجا که رو منو کم کنی. قبول تو بردی. یه کاری بکن. یادم نبود تو ترکم داشت مرتضی یه دقیقه رو بکنیم بری داشت. من دهنو مجید جان این دم آخری ذکر بکن. خوبیت نداره داشت دهن ما نجسه یا اون الباتی کردی اما قبول نمیکنن این حرف. بس به دل این حرفا چیه میزنی؟ یاد اون شعر میرزا افتادم. گفت در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند گر تو نمیپسندی
بازی بچگو